چطوری نکن؟ میگذره. الله تبارک و تعالی شکر. اصلا تصمیم آخرت میخوای شوتی ببری؟ آره دیگه، پس دارم چیکار میکنم؟ خطش نمیارزه. کاش بی خیال میشدی. تا حالا پدرت دو تخت بیمارستان نبوده واسه خرج بیمارستانش مجبور بشی خطر کنی؟ تا حالا زترد بی پولی عشقت ولت نکرده بره بس خوشگل آپارتمانی. یعنی میخوای سر عشق تاوان بدی؟ آره بابا، تاوانش هم قشنگه. خودت هم داری میگی ولت کرده رفته. عشق واقعی تاریخ انقضا نداره. یعنی اصلا نمیترسی گیر کنید؟ فقط دو نفر هستن که کمکت میکنن، اولیش خدا، دومیش خودت. هرچی خدا بخواد همون میشه. آتش ابراهیم را نسوزان، نهنگ روی نس را نخورد، دریا موسی را غرق نکرد، چاقو اسماعیل را نکش. با خدا باش، الله تو را حفظ خواهد کرد. الله یار باشد، دشمن هزار باشد. در پناه حق.